را به تو باز میگردانم. کوشیده است که یک فضا، یک جهان، یک دنیای نو را بیافرد که اون برخوردار از تئاتر باشد، اما دنیای دیگر است، اما ارزش های دیگر دارد، چینک های دیگر دارد، رنگ، سطح، خط، نبض، همه چیز دیگر است، همه چیز رو بر زو آفریده است. در مثال نمایشنامه شپرک خوب دید. صحنه عبارت است از ریگ و بالا تالار عبارت است از پرده نیلگون که رمز دارد به این خاک، به این هستی. چقدر مشکل است برای یک انسان از خاک، از گل پرواز کردن به اون سمای نیلگون، چقدر تلاش ها، چقدر این پرواز درد دارد و پس سر کردن این دردها و در حالت پرواز روح انسان و در طی کردن این درد چی نبضی است، چی رنگی است، چی خطی هست و چی موسیقی است. و حتی طرز موسیقی مانی و موسیقی نوازی این دنیای باطنی و پلاستیکای باطنی و حتی پلاستیکای عقلانی برزو است. در شپرک خوب دید توانسته است برزو اون تلاش های انسان رو، تلاش های پردرد رو روی یک بال شپرک، روی اون زخم های خراش انسان رو روی بال شپرک جا داده است و توانسته است که اون شپرک الهامش با سما پرواز کند. نایل شده است به این چیز. شما نمایشنامه عبدوی خوجندی رو برزو پیشنهاد کردید با لحن بسیار زیبا و شیرین مردم خوجند. بله. و واقعا همچون تماشابین به ما خیلی پسند افتاد. هدف شما چی بود؟ چی حکمت بود اینجا؟ شما عجیب هستین. ما مردم جنوب هستیم. بله. ما مردم جنوب و وقتی که مثلا خوجندی ها می آمدن دوشنبه، وقتی که من خوجند حالی عموما نمیدونستم، چقدر بسیار دغل میتافت شیوه، خیلی دغل میتافت. وقتی که من خوجند آمدم، من اونقدر خوبم نمیفهمیدم که چی میگویم به من. بعد وقتی که عادت کردم، من دیدم که یک شیرینی، یک بسیار کیفیت خوشرو دارد همون شیوه خوجند که ما نمیفهمیم. بعد وقتی ما مالی را گرفتیم، مقصد اول خوجندی کردن این نمایشنامه نبود، اما وقتی که مشق میکردیم و همون پروسس کار به بچه‌ها که به هم خوجندی صحبت میکردن و تکست مؤلف بود مالیر و بعد با بچه‌ها با بین این تکست کلمه‌های خوجندی می‌درآوردن، بعد می‌دیدم که بسیار زیبا میبرد. بعد گفتم برای چی بازی نکنیم همین خوجندی؟ برای چی نام این مثلا عبدو بعد آمد مثلا نام یک شخصی خوجندی نباشد در خوجند بازی نکند؟ برای چی؟ بعد این ایده ما هم معقول شد و ما از ترجمه با فکرم که کسی بود فراموش کردم، بعد ما وای گرفتیم، باز یک مدتی 2-3 هفته شدیم همه تکست خوجندی گرداندیم. با لهجه گرداندیم. بله با لهجه گرداندیم. اینقدر میخندیدیم هممون، همینقدر برای که یکم اکسپریمنت بود. از این پیش من ندیده بودم این واقعه، خودشون هم دیده نبودن، ندیده بودن. و وقتی که ما مشق سر کردیم و کار میکردیم و چیزی گفتید مثلا این جنده چه یک تکست عجیب بود، روسی و تاجیکی و منم خیلی بوده. این جندش تا کارای نیتا شده است. ببین چه عجیب میتاده، این جندش تا کارای نیتا شده است.
بعد بسیار زیبا شد. میدونید همین قدر خوشروی بود که من خودم کیف میکردم از این چیز. بعد شما هم دیدید که وقتی ما عبدو اینجا آوردیم نیمی شهر نیمی شهر نیمی دوستای من همه خوجندی گپ میزدن. تا حضور من بخیر دین من قتل رفیقم صحبت داشتم و با من همون شیوه عبدوی خوجندی که گپ میزنن و تا حضور خودی اکتورم کیف میکنن و چیز عجیب اکسپریمنت عجیب بود. واقعا ایجو چیز خوب است هم خیلی. بله. من ببینید که پشت یعنی نمایشنامه عبدوی خوجندی چقدر خاطره های شیرین نهفته. خیلی خیلی خیلی. اینقدر تاجیکانه است، اینقدر سر تا پا تا نبض تاجیک است در نمایشنامه نیرنگ های عبدو ما میبینیم. برزو یک خصوصیت دارد که همه وقت دراماتورگ رو از خود بالا میداند. با دراماتورگ تو گفته مناسبت نمی کند. پرابلم های خود رو، نارسایی های خود رو به دراماتورگ بار نمی کند. شناخت خود رو، شناخت دراماتورگ رو به تماشابین پیشنهاد میکند و باز یک بار نبوغ آنها رو تصدیق میکند. مخصوص مالیه رو اینقدر به ما نزدیک کرده است، به ما شناسانده است و نبوغ اون رو باز یک بار دیگر تصدیق کرده است و تصدیق کرده است یگانگی جوهر تمدن هم اروپا و هم آسیا رو در نمایشنامه نیرنگ های عبدو سر تا پا مکتبی تئاتر تاجیک، تئاتر عنعنوی تاجیک رو نقطه به نقطه، سنگ به سنگ، چوب به چوب، رنگ به رنگ استفاده برده است دست برای اثبات اون نقطه‌ای که یگانه از جوهری فرهنگ و تمدن اروپایی و آسیایی. فرقیت فقط در لحن است، در نبض است. من بگم که این برای ما که یک عالمی نو بود، تماما عالمی نو بود و یگان مشق ما بیخنده نمیگذاشت. ما از سحر تا بیگاه به معنی تئاتر هم همین است یا باید خندی و گریه کنی؟ خب ها شاید در شهرک گریه میکنی، در عبدو میخندی. با فیض و برکت استقلال برزو قریب همه تئاترهای ما با آهستگی جامعه نو به بر کردن، یعنی که از تعمیر بر اومدن. انا همین نمود ظاهری تئاتر به ذوق تماشابین، به ذوق هنرمند تاثیر رسونده میتونه. مثلا میتونیم یک تئاتری سازیم که ارکیتکتورش در عالم نباشد اما روح ندارد. مثلا ما میدونیم یک پدوال اگر روح ندارد زیبایی به چشم نمیتابد. میفهمید؟ مثلا این خانه که خانه زیبا میدارید، خب بعد از 2 دقیقه میبینید که توی خوب پیشواز نمیگیرن. میفهمید؟ بسیار وقت من دیدم که در یک پدوال چه خوردکک مثلا 2 اکتور قشاق دیوارو تراشیدگی ان، دکوراسیون ندارن، هیچ چیز ندارن، اما چنان اسپکتاکل عالی نشان میدن. به نزدیکی ما با استودنتام رفتیم تاشکند، اونجا در یک فستیوال برآمد کردیم و تئاتر مارک وایل دیدیم، الهام پدوال است در تاشکند. شاید که یکی از بهترین نمایشنامه‌هایی بود که من در حیاتم دیده بودم.
کارتال ترتیلی فلت نامش، جان ستایبک. در فرانسه در اوینیون در یک انگار میگن سکلات انبار من یک مونوسپکتاکل دیدم که به زبان فرانسوی میرفت و یک اکتور بازی میکرد. سپکتاکل 1 ساعت و 10 یا 1 ساعت و 20 دقیقه میرفت. 20 کس همگی تماشابین میشد. یک اکتور گوش میکرد. من فکر کردم خدا زد. من این 1 ساعت و 10 دقیقه چقدر من طاقت میکنم با زبان فرانسوزی که یک کلمه نمیفهمم. اما چقدر نمایشنامه سر شد و چقدر انجام یافت من نفهمیدم. برای که مدت 1 ساعت و 10 دقیقه منی که یگان کلمه غیر از بونژور نمیفهمم با فرانسوزی من گریستم برابر اکتور. تا درجه حرمت اون اکتور زیاد بود که اینم قدر مسافه بود بین من و خودت. من چشم تازه کردن نمیتونستم. من اشک میرفت از من میترسم که اگر من دستم بردارم و از رول میبرد. حالت خود رو گم میکنه. حالتش گم میکند. بله. انا تئاتر به نمودی ظاهری یگان نمود ندارد. میگم ادیال چهار ادیال و بینش یک میز و یک کرسی مونده که یک اکتور یک کلمه با فرانسوزی من نمیفهمیدم اما گریستم. بعد که نمایشنامه تمام شد من رفتم پیش یک ترجمان و گفتم که این چی است؟ چی بود که من دیدم؟ حالا میگریستم، در بیرونم میگریستم. من گفتم چی؟ میلرزیدم از هیجان. گفتم چی بود؟ گفت این یک شخص ایرانی که در کانادا زندگی میکند اون درباره منصور حلاج نوشته است و این اکتور فرانسوز بازی میکرد. انا اینجا است تئاتر. بله. ببینید باز میگم که مثلا یک خانه میداره که اینقدر دبدبه دارد و اینقدر بوی است اما روح ندارد، اما یک خانه کم بغل میداره که اینقدر جان دارد، اینقدر جانش رو برای تو نثار میکند. این همین خیلی است تئاتر. از همه چیز وابسته است. چه پیشواز میگیری، کدام موضوع میگیری، کدام اکتورها بازی میکنن، چه بازی میکنن، چه پیشواز میگیرن، چه تو بعد از اسپکتاکل میبره. من باز یک بار میگم که اگر بعد از اسپکتاکل آدم خوشبخت نباشد و تئاتر نیست. یعنی که امروز تئاترهای ما نسبت اونه که به بهبود اقتصادی نیاز داشته باشند به بهبود اجتماعی بیشتر نیاز دارن. نمیدونم. خب همه چیز به نیاز دارن. ریپرتواری دراماتورگی سوست. خودی ما رژیسورها مثلا اهل تئاتر دعوا دارند که دراماتورگی تاجیک جوابگوی طلبات‌های ما نیست. درست میگی. گاهی هم صحبت میشویم با اهل قلم. مثلا دراماتورگ‌های ما دعوا دارند که تئاتر جوابگوی ذوق دراماتورگی نیست. نه هیچ نفهمیدم که کی گناهگار است. همینش انیق است که جبر به جون تماشابین میشود. راست. ببینید اینا مثلا چند سال آخر بود یکم پیسه‌ای که مثلا خودت گرفتی و خواندی یا میخوای خوانی باز یک بار خوانی؟ نه راستی. انا جواب من قریب هر روز دراماتورگی کتی سر و کار دارم. بنابراین با یک دراماتورگ یک 5 تا پیسش آورد داد و ما خواندیم و من فکرامو گفتم و شخص خفه هم شد از من. اما من میگم که در حقیقت داند که مردمی تاجیک یا مردی تاجیک در حقیقت چی فکر دارد. ما خودمان نیافتیم در مثلا در شعر نظم یافتیم، در ادبیات دراماتورگی نه. تاجیکستان مردمی تاجیکستان میبینند تئاتر اما خودش دیده نمیتواند و نمیداند و نمیبیند که چی روزگار دارد و آینه نیست تئاتر پیش تماشابین تاجیک. میفهمید؟ دراماتورگی آینه نیست برای همون کس. یا هجویه های بی‌معنی است یا فاجعه های بی‌معنی که هیچ کس به در کار نیست. ما میدونید با از یک چیز دیگر هم میبرد این چیز، برای که خب من نمیخوام که کسی از من خفه شد این گپای شنیده. دراماتورگای ما از دراماتورگی جهان بخبرند.
خودشان به خودشان دراماتورگن. مثلا از اولوزاده خب شخصی بزرگ بودن، اون کس جهان میدونستن، اون کس پیسه می نویستن، بعد غنی عبدالله می نویستن، بعد فیض‌الله انصاری می نوشتن. بله از اینا، بعد از اینا شاگردا رفتن. اینا شاگردی اینا شد، اینا شاگردی چخف نشدن، شاگردی شکسپیر نشدن، شاگردی مالیر نشدن، شاگردی رابیندرانات تاگور نشدن، شاگردی مثلا کابابه نشدن، یکی شاگردی نمیدونم سارتر نشدن، کامیو نشدن. میفهمید؟ این چیزی که در دنیا گرفت و بین هم روابط کردند و از دراماتورگی تماما دیگر پیدا شد در جهان. دراماتورگای ما از این بیخبرن. ما حالا هم در سال 60 59 شدگیم. میفهمید؟ عیناً همین خیلی همین صحیفه اولش هم میخونی، میگی میتونی تمام کنی و میتونی پوشانی و نخونی دیگر. در رول ها سمت اکا 65 67 ساله این در کار نیست. جواب نمایش یک، نمایش دو، نمایش سه پای هم میروند. اینقدر پرده ها پای هم میروند و اکثرا دنیا بیخبرند. میدونید اکثرا دنیا بیخبرند، برای که نمیبینن که گرد و پیش چی واقعا روی داده است. نمیدونن که اون دردی که مثلا تاجیک داره چی درد است. گفتن درد تاجیک از دانستن گرد و پیش وابستگی دارد. خب شاید که از دانستن خودت، برای که خونی تاجیک تو هم هست. بله. میفهمی؟ شاید که یک مدت نمیدونم یک ماه باید خاموش شینی و خودت گوش کنی. میفهمی؟ چرا شما نمی نویسید؟ شما کو به دراماتورگ دست دهید؟ خب من گمان میکنم که من در این چیز هنر ندارم. اون چیزی که نویستم اونقدر جدی نیست. هم شهرک ما و هم گیریم که عبدوی خوجندی و هم شپرک، این چیزایی که یک سگانه بود که فکر و عقیده نوی تازه این کارگردان واقعا هم عجیب تصویر کرده بودن. برزو هم وقت در جستجو است، این همه کس میدونن که برزو وقت در جستجو است و اون سنگی که در یعنی که او گیریم که یاقوت است یا که سنگ گرانبهایی که در قبض‌های زمین صنعت تئاتری است و او البته اون را پیدا میکند. چرا برزو طول چند سال است که شما خاموش هستید؟ چند سال نه؟ شاید یک سال. یک سال وقتی کم است؟ نه یک سال خیلی وقتی زیاد است. برای ایجادکار یک سال من گمان میکنم که این خاموش بودن جنایت است. شما میدونید چه میگم؟ شاید که این یک مدت خستگی هم باشد، یا اینکه نمیشد هم وقت دوید. بله. و باز نمیشود هم وقت یک جا ایستاد. بله شاید که ایستادن هم در کار باشد یک مدت که گرد و پیش ببینی. رژیسور یک چیزی عجیب است نگیم، تو هیچ وقت نمیتونی یک کلید کتی دو در کشوی. همه وقت باید کلیدت نباشه. شاید که اون کلید حاضر از دست ما افتید. تاریخ یاد دارد کارگردان هایی رو که مثلا کلید از دستشون افتاده باشد؟ هزار بار. ایجادیات باید سرنوشت همون کارگردان ها چگونه انجام یافته؟ خوب، خدای شکر. این خاموشی باید با یک ترکیش یا یک قدم یا موج نوی ایجادی باید آغاز یابد. به هر احتمال برزو من گمان میکنم که یک طرفه فکر کردن نباید. یعنی که مثلا شاید باشن هنرمندهایی که روی صحنه اینقدر سخت خواسته باشند که با نگاه برزو کار کنند. شاید باشند صدها نفر مخلصان تئاتری که اینقدر تشنه بار دیگر دیدار دیدن با انسامبل نوبتی برزو باشند. با اهل هنر صحبت کردن من گمان میکنم که برای هم صحبت راحت است و افتخار هم است، لیکن من نمیتوانم گفتن که از صحبت شما خیلی خوشحال بودم. چرا؟ اگر یاد کردیم از خاطره ها، از نمایشنامه ها، خیلی یک خوشحالی بود در روح و روان، ولی اگر
احساس میکنیم امروز خاموشی شما رو و بیچارگی تماشابین و هنرمندهایی که با شما کار کردن میخوان درکی انا همین چیز احساسی انا همین اقرار خوشایم نیست، ولی با وجود ما و شما گمان میکنم که پیش مقراض وقت بیچاره ایم اومدیم به انجام ان همون صحبتی که در نظر داشتیم. شاید در انجام صحبت شما گفتنی داشته باشید که من دوده صحبتی بسیار پرمحتوای شما شده پرسیدنش رو فراموش کردم. یک چند روز پیش ما با یک شخص صحبت داشتیم و گفت که برزو تو میتوانی اون چیزی که در خوجند داشتی تکرار کنی؟ من گفتم که میتونم از اون زیاد کنم، میتونم از اون زیاد کنم و میخواهم هم از اون زیاد کنم، نه برای که من مقایسه کنم با خوجند. خوجند یک دوری خودش بود، مثلا ازبکستان یک دوری خودش بود، مثلا مسکو دوری خودش بود. اما اگر من گفتم در دوشنبه همین کار نکردم، حاجتی بودنی من در این شهر نیست. بردی برزو است، زیرا او در فراز ثانیه های گم شده زندگی را خوبتر می شناسد و نه هر کس قدرت این شناخت را دارد. بهاری پروسس تئاتری تاجیک که اون برمیخورد به سالهای 80 و 90 برای ما تاجیکان یک زمره هنرمندان تهیه‌گری صحنوی رو پیشکش کردند که برای یک جمهوری خردکه که ما این بسیار یک تحفه تقدیر گویه می شود و ما باید این تحفه ها و این گنجینه های تقدیر رو یک یک انگوش شمار کرده پروسس ایجادی اونها رو آموخته برای آیندگان محفوظ داریم و در اساس ایجادات این هنرمندان، این تهیه‌گران باید مکتب‌های هنری، مکتب‌های رژیسوری مخصوص رو جاری کنیم تا که این سبک آنها سبک ناتکرار است در جبهه تئاتر بین المللی ثبت شود، دوام دهنده های خود را داشته باشد و متوانیم در پروسس فرهنگی بشر و پروسس تئاتری بشر سخن ناتکرار خود رو، سخن قوی خود رو گفته توانیم و موقع خود رو داشته باشیم و تقدیر و ما این شخصیت ها رو پیشکش کرده است و ما این پدیده ها رو ندیده گذاشتنمون خیلی گران میافتد، مخصوص در ایجادیات فعالیت و حیات برزو عبدالرزاقов این چیز هویداست. باید اینقدر متای پررنگ پرارزش پیشنهاد باید میکرد برزو تا که سخن او شنیده شود، تا که او شناخته شود شخصیتش و این کم نیست تلاش های او